ما بعضی موقع اونقدر بیرحمیم که برای تربیت فرزندانمون هم برنامه نداریم. برای ما مهم نیست که شکار چی بشه، ولی الله برای ما برنامه میریزه که ما چی بشیم، فرجاممون چه بشه، خاتممون چه بشه. گناه بنده می کند، الله شرمسار است. الله خجالت می کشد از گناه بنده، ولی بنده خودش خجالت نمی کشه. فروح و ریحان و جنت نعیم. امشب نسیم خوشی می وزد